شیرالی جورایی میگفتن. اکنون من نمیدونم این چقدر حقیقت داره. خیلی اون وقت همه تویای آباد بسیار میشیدن، بسیار میبودن شخصا. میگفتن که حتی دندانای سرچه تیلویی کرده است. من نمیدونم چه اصل داره. هم ماشینای پیش های میکرد. میگفتن همون گاز 24 که همون وقت شاهی تمامی نمود ماشینای سبکرو حساب میخورد هر سال ایواز میکرد از ماشینش. همون فرزند نداشت. خداوند رو فرزندش نداده بود. شاید حالی هم در داغ فرزند میسوزه در اون قدر. اینا در همین عصر زمان خدمت یک مولتی میلیونر است علیشیر عثمانov. نامش شنیدگیه. اصلا ازبک هست در روسیه زندگی میکند. هر سال وقتی که همین ژورنال فوربس رویخط 100 بای کلانترین دنیا را چاپ میکند حتما نامی در اونجا هست. لیچنی زبیریجنش 17 میلیارد بوده است. 17 میلیارد دلار. خیلی شخصیتی با نفوذ است و از آدمای نزدیکی پوتین حساب میکند. خداوند که از همین نعمت فرزند معروفش کرده است نداره این فرزند. اما همراه یه وینر زنش یا دختره گرفتی هم کلام کردی. دختر از همون خونه بشوهیمو همون دیدمانو گرفتی هم کلام کردی. ببین بسیار نعمتی بزرگ است و همین محفل حقیقت شکرگزاری نعمت پروردگار است در قیمت اونم طفلکی که پروردگار برات نصیب می‌گردد. سبحان الله. ببین هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست. جذب جان فرزند رو پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام مرد. زنده از فرزند باشد نام مرد. همون مردایی که نامشو زنده هست بعدی وفاتشون هم رحمت بشنوند همین فرزندای خوب بعدی سری خود باقی گذاشتیم که وقتی عملی خیر میکند میگویم بر پدرت رحمت. دست تو گیرد اگر افتیزی پای تو باشد اگر مانی بجای. وقتی که از پا زدی اون فرزند اگر تربیه خوب دیده باشه اسوکشت میشود پایت میشود. دشمنت را شیوه از وی شیون است خاصه گوی بحر قهری دشمن است. ولی در جامعه بعضی مسافرها را میبینی هیچی گپ نیست که بچونه این راه میگرده میگه یا سیاست یا حیبت دارد که عشیزون اون فرزنداش فرزندان بغیرت هم بهیمت و بناموس هستند. از حسابی همه پدر به درجه احترام میکنند مردم جامعه که الهی توبه. پشتی تو از پشتیش گردد قوی عمرت از دیدار او یابد نوی. حقیقتا پشتیبانت میشود. همین عمر انسان هم نو همین فرزند قابل باشه به خدا قسم هر وقت پدر و مادر اون فرزند ببینن که چون در جنت احساس میکنن. یک افتخارات دارن که بسیار نعمتی بزرگ است و این نعمت شکر طلب میکنه از ما و شما. شکرگزاری اولش چه بوده است؟ همین محفل حقیقی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است برگزار باید کرده شود. عقیقه از 3 رکن عبارت است. به خاطر شکرگزاری نعمت الله فرزند کشتن مال، گرفتن موی سر فرزند و نامگذاری. اگر پسرچه باشد چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه داده است 2 گوسفند یا 2 بز یا 1 بز 1 گوسفند میکشید یعنی 2 دانه ضبط میکنید. اگر دخترک باشد 1 کسی از پیش خود در مسائل شرعی سخنی را گفته نمیتونه. دلیل حجت شریعتی ما دلیل‌های نقلی هستند که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما شما رسیده است. حضرت گفت عن الغلام شاطان و عن الجاریه شاه. روایت ام کعب کرزیه هست. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که برای پسرک 2 گوسفند برای دختر 1 تا. ولا یضرک اذکرانم کن ام اناثا. ضرر نداره نرای موده های اگر هم گوسفند باشه میشه. خوب قشقور باشه و خوب موده شد. شاید سوال شود که علتش چی است؟
چرا برای پسر ده تا گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای دختر یک تا. مسلم است که محفل عقیقه محفل ختنه پسر هم هست. در اسلام ختنه سنت است، شعار دین اسلام است، اما هیچ محفل با نام ختنه سور نداره. ختنه سور پسر این عقیقه است. دختر که ختنه نداره. وقتی که پسر ختنه سور شما هسته، البته که مهمون بیشتر جمع می شود، شماره شرکت کنندگان زیادتر هسته. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که از پسرک 10 گوسفند در ذمت واجب می شود. خب سبب دیگه باشه حقیقتا پسر خرسندیش بیشتره. اوکی همه مردک یک گپی مردک چپ زنه هست در دنیا اویله مسلمانه که ارزوی پسر دار شدن نداشته باشه. با خدا قسم نیست. همین 2 میلیارد مسلمان شاید در کره زمین باشه، هیچ اویله نیست که ارزوی پسر دار شدن نداشته باشه. چرا؟ زیرا که مسلمان وقتی فرزند چه طبق دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ بسازه، او فرزند استراخوف حیاتش میشه، آبرو و عزتش در دنیا میشود و سبب نجاتش فردا روز قیامت میگرده. همه آرزو میکنند. سبحان الله. زن 6 دختر زایده است، زن اگر غیرتی دیگر کرد، یکی همیش بچه میشه، یکی همیش بچه میشه. ای خونه آبود خود غیرت کرد، او کردنگیش کرد که زنی دیگه بگه با اوش بزویه یا تایدیگه کرد که زنی دیگه بگه با اوش بزویه یا تایدیگه. اما اگر همیش 3 بچه شما میگه بس که فویا ایده هم بگه. یعنی خستانیش بیشتر و زیادترک هستن. اگر چنده در حیات میبینیم که بعضا همین دختر خاک پوش 100 بچه را بالا میشه، بخدا قسم میکنی و شب دیده. اما از بس که همون خرسندی و شادی زیاد است، همه آرزو میکنن که پسردار شویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم با شکرگزاریش 2 گوسفند گفته است. در رادو مولی برای ببینه اگر پسرچه شود همش میدوان حیدگیری میوید. دختر باشه بترس در بچه همه شیطان میوید. خب مولا وقتی که کشتی همین چهره که در قربانی تقسیم می شود، عقیقه هم حکمش همون است. اگر آدمی باشه که شرایط امکان داشته باشه، مولا 3 حصه تقسیم میکند. یک حصهش حقی خانواده خودشه، یک حصهش صدقه میکند با کمبغلو. او کمبغلو خواه خویش تبار باشد، خواه حق همسایه باشد، و یک حصهش دیگه شد طعام میدوزه و 3-4 یار رو رفیقش دعوت بگیره طعام میکند. اما اگر شخصی باشه که ایالمند باشه، ثروت و بایگری زیاد نداشته باشه، خانواده‌اش شمارش زیاد باشه، بهتر اون است که اون مولای کشتگیش قطعی اما علی خاندانش خودش بخره. ببینید در شریعت حرج نیست، نداری بکش، قطعی هم زن فرزند خودت زدم بگی، در خلدینک زتری تشکیل مایده خوردم بگی، خلدینک نداری بفر بگیرن بریانش کنن، حیلش کنن، مایده در خراب دختر خوردن بگیرید چندی بودن. اما شکرگزاری نعمت پروردگار به جا میآید برادرای عزیز. عیب است وقتی مسلمان با بهانه آن که ندارم سنت پیامبر را نمیکنه و میرود در $400 و $500 سگ میخره. از این شرمندگی است. به خدا قسم عیب. چه خیلی فرد روز قیامت دعوا میکرده باشه که من امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. رکن دوم عقیقه گرفتن موی سر فرزند خوب دختر باشه و خوب پسر تراشیده می شود. از همه راه بهترینش تراشیدن است. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تراشیدن را توصیه کرده است. گفت یحلق رأسه، سر تراشیده می شود. سر یک خشوان اگر بشوان توزک نه می تیخ خطی بتروشنش جان کودک می دمد. من همین یادم است یک نبیرچه ما خواب بوده میتن تراشیده باش بیدار نشید است باور میکنه. اگر لزوه تیز باشه همون آدم شاگرد یا تجربه حق داشته باشه به خدا قسم کودک راحت میکنه. در زیر پوستی سر تورهای عصب قرار دارن، همون تورهای عصب وزبوجدت میشوند، هم راحت میکنه، هم سرش تازه میشود، هم با بعضی قولها 15% بینایی و شنوایی کودک بهتر و خوبتر میشید است.
ана اون مسافدایی که در 80 سالگی قرآن به عینک میخونن کسایی هستن که هر هفته اقلا یک بار سرشون میترسن در روزی جمعه. اما اگر کسی دیرش نشید میتونه که با قیچی پستش کنه یا با ماشینکا پست کنه. باور کنید از همون قیچی ماشینکا در تق بهتره. ماشینکا میپوچه کم کم کودک راحت میکنه. وقتی که موی سری کودک تراشیده شد مستحب است که وزن کشیده و به وزنش نقره یا قیمت نقره صدقه کرده شود. موی سری کودک زیاد نمی شود اما متاسفانه هم ترازویی که همون 3-4 گرم چین کند اگر در زرگرایی افت نشود دیگه جور افتش نمیشه. همه دیل خود ترازوی الکترونی را قپه 15-20 گرم میزنه و اینجا 3-4 گرم بیتر چین میکنه. همین تخمینی را مگر بگیریم انشاءالله همین 50 سومونی صدقه سری فرزند یک خمبغل بتیم زیاد هست کم نیست ای خودش میجوری برای نقره و قدر قیمت زیاد نداره ارزون. و نهایت سوم رکن عقیقه تو توصیه داده است. حضرت میگه که تسموا باسماء الانبیا نام پیغمبران را در فرزندات بگذارید زیرا که پیغمبران بنده‌های برگزیده الله هستند. ولی ما خدا را شکر میکنیم که نام پیغمبران در میان خیلی زیاد هستند. ابراهیم ها و اسماعیل ها و الحمدلله عیسی و موسی و محمد صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد هستند. ما مسلمان ها افتخار میکنیم که مشهورترین نام در کره زمین نام محمد صلی الله علیه و سلم است که در کتاب رکوردهای گینس حتی وارد شدگی در جای اول میایستد. همین باعث افتخاری ما است. چرا؟ زیرا که مسلمانان ناموس دارند، غیرت دارند، ننگ دارند، به سنت پیغمبر زندگی میکنند. وقتی پیغمبر فرمیده است که نام پیغمبر را بگذارید نامگذاری میکنند. هر نامی که دلالت به بندگی میکنه در نزد پروردگار خدا را خوشایند است. در خبر اومده است در حدیث حضرت صلی الله علیه و سلم میگه احب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن. محبوب ترین نام ها در پیش پروردگار نام عبدالله و نام عبدالرحمن است. و در روایت امام سیوطی اومده است ما تعبد له. محبوب ترین نام ها در پیش پروردگار نامی هست که دلالت به بندگیش میکنه. یعنی هر نامی که قبل از نام از نامهای بزرگ خدا پریفیکس عبد بیاید. خوب عبدالرحیم است، خوب عبدالغفار است، عبدالستار، عبدالجبار، عبدالقهار. اینا نامهایی هستند که خداوند بزرگ خوش می اومده است از صاحبش. ماشاءالله. خدا برکتش بده دلشویانه از بچه‌های محیب و مخلص است. گفت که نام پسرچه با نام شما نامگذاری کردم پسرچه دیگه هم است. خوشحال به حالش. همین ما را از عثمان نگذاشتیم که ناممون. یک دوملا بود از دوملا عبدالرحیم قزانچی خدا رحمت مغفرتش کنه. راستی ما ندیده ایمش. اما اون رحمتی بابامون بسیار محبت داشته از اون کس. همین وقتی ما تولد میشه میگه یک کس نامش عبدالرحیم. نام گذاشته است به خاطر همون. ببینید با امید که فرزند من یک روز داملا شود، صاحب علم شود، معرفت شود. او دا وقتی نیتی خیر میکنه خداوند حالت بودش میکنه. شما نیتون خیر بگیره اندک سعی تلاش کنه خداوند انشاءالله به اتمام میرسوندش. همین دلشوی جان ما را به همین امید و آرزو فرزند نام کرده است. ولی وقتی کلام شد و میفهمونش که یک دوملا عبدالرحیم هم بود. همین گاه با صحبت میکرد در محفل و معرکه به خاطر همون نامی را گذاشتگی. انشاءالله اون فرزند سعی میکنه که به همون شخصی که نامگذاریش به همون شده است به همون تقلید کنه. یکی از علتهایی که میگن عقیقه در تقدیر آینده کودک تأثیر خچه میگذارد همین است برادر عزیز. حضرت گفت کل غلام رهینتون به عقیقتی، هر طفله گروگان عقیقه خود میباشد. یعنی همین عقیقه در تقدیر آینده کودک تأثیر خچه میگذارد. تصور کنه که نامش محمد است یک بی‌ادبی کرد یا آدمی برخطر بذاره نام چه بچه محمد های ایزون کشیدی تدان خدا این قنامی زیبا داشته ای تو نخود دشنام اخارت کنی نخود تو بی‌ادبی کنی شاید همین تأثیرش برسونه همون کودک ایسته اصلاح شد. اما اگر نامی مجهول باشه نامی ناخوش ناخوب باشه
یا وقت همون گرگو بسیار بود چرا داری بچم گرگ ان ناشنگری چوا همین آمد نکنه بسیار موافق بود اصلا همون خاطر نامی نگذاشتن قرض است در ذمه پدر اگر فرزند در نامی خوب نگذاریم همون فرزند فرد روز قیامت از کشتن رو میگیره در پیش پروردگار دعوا میکنه که همین پدر نامی خوب رو نگذاشتم خدا برکت تایی در شجاری بود فرزندان نامای زیبا و خوب گذاشته است عبدالرحمن و عبدالرحیم پروردگار با عبدالقهارهاش بته عبدالجبارهاش بته عبدالستارهاش بته همیشه در خاندانش صدای تفلک صدای تلاوت قرآن به گوش برسد خداوند بزرگ غیرت همتش بده که فرزندان سعی کرده که بعد از آن که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده نمود و محفل عقیقه‌شون برگزار ساخت کودک‌ها وقتی که صاحب عقل شدن اینا را با خدا و بسیار سنت والای سنت زیبای سنتی هست که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما را میراث مانده است پدر یا بابا هر کسی صاحب درک هم طفلک است برای طفل باید یک نام خوب زیبا و کتابی انتخاب کند نامگذاریش کرد که کودک همون نام با افتخار در طول حیاتش بگردونه به نامش افتخار کنه اگر جان یک شک همین نام همین روز باید گذاشته شد که همون که وقتی روز عقیقه این محفل خیر مبارک گردانده خداوند در این منزل و در این محفل در این محله در این شهر دیار در خاندان برادرایی که در مجلس خیر ما شرکت دارند فیض برکات و خیرات حسنات چموزین فرمایند خداوند عبدالرحیم جان عالم با عمل حافظ قرآن خادم شریعت محب خدا و پیغمبر مکمل پروردگار بزرگ دیگر برادران را به همه خیر روزای سعادت خوشبختی روزی توی یکی خیر فرزندان و نویروهاشان رساند ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار آمین یا رب العالمین